آخرین هدف کوتاه مدتی دلار چه عددی میتونه باشه؟ سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. من مهدی هستم. تو این ویدیو میخوام تحلیل دلارمون رو باز هم آپدیت کنیم. دلیل این که این روزها سعی میکنم هر روز دلارمون رو آپدیت کنیم، یعنی تحلیل دلار رو آپدیت کنیم، اینه که هر روز شاهد یک شگفتی جدید در بازار ارز ایران و مخصوصاً بازار دلار، یعنی قیمت دلار داریم میشیم و هر خبر سیاسی در کل دنیا داره مخابره میشه، باعث بروز نوسانات شدید در قیمت دلار میشه. نوسان هم که چه عرض کنم باعث رشد قیمتی دلار میشه. میخوام در این ویدیو تحلیل قبلی دلارمون رو که این تحلیل بود میتونید برید داخل کانال و این ویدیو رو نگاه کنید. ویدیو قبلی دلار رو هم میتونید نگاه کنید. این ویدیو رو نگاه کنید و ببینید که در این ویدیو چه تحلیل داشتیم. یعنی تا اینجا تحلیل هامون رو نگاه کنید، این ویدیو رو هم نگاه کنید که ببینید چه حرکتی واسه روزهای آینده دلار انتظار داشتیم. انتظاری که ما داشتیم این بود که از محدوده 56500 تومان شاهد برگشت باشیم. یعنی از این محدوده عرض کردم یک احتمال قوی که من میدادم این بود که از محدوده 56500 تومان واسه تتر شاهد برگشت قیمتی باشیم و تا حوالی 55000 تومان یا 55500 تومان قیمت برگرده و در اون نواحی رنج بزنه، یک مقدار یعنی یک مدتی حرکت خنثی داشته باشه. ولی داریم میبینیم که این اتفاق نیفتاده و عملا مقاومت محدوده 58500 تومان پرقدرت شکسته شده و این هم اصلا سیگنال جالبی نیست. حالا بیام بهتون بگم که کجای داستان دلار داره تلختر میشه و از نظر تکنیکالی چه اتفاقاتی واسه دلار میتونیم تصور کنیم، یعنی این اتفاقات و این سناریوها رو میتونیم محتمل بدونیم واسه حرکت دلار در آینده. یعنی بهتر بگم تا این 2 ماه منتهی به عید چه روندی رو واسه دلار میتونیم متصور باشیم، چون واقعا با کندل امروز کل قواعد بازی کم کم داره تغییر میکنه. اول ویدیو عرض کنم اگه ویدیو گذشته رو دیدید و حس میکنید تحلیل‌های دلار این کانال به دردتون میخوره، واسهتون مفید واقع میشه، کانال رو ساب بکنید و این ویدیو رو هم لایکش کنید و اگه هنوز در کانال تلگراممون عضو نیستید لینکش رو در کپشن واسهتون میذارم، میتونید در کانال تلگرام هم عضو بشید. اما بریم روی چارت دلار. اون تحلیل گذشتهمون بود که عرض کردم انتظار داشتیم از محدوده 58500 تومان شاهد برگشت قیمتی باشیم. ولی با اخباری که داره منتشر میشه، صبح هم یک خبر منتشر شد که یمن یک حمله دیگه ای انجام داده و همه این اخبار باعث افزایش قیمت دلار در کشورمون میشه. به هر حال از نظر تکنیکالی چه اتفاقاتی رو در آینده میتونیم واسه دلار متصور باشیم؟ در حال حاضر نزدیکترین مقاومت دلار محدوده 58500 تومانه. بذارید با لیبل، یعنی با پرایس لیبل واسهتون مشخص کنم. نزدیکترین مقاومت دلار یا بهتر بگم تتر محدوده 58500 تومانه. یعنی به احتمال زیاد در کوتاه مدت به این عدد خواهد رسید و اگه به این عدد برسه و بالای این عدد تثبیت بده، ما باید شاهد یعنی انتظار یک حرکت صعودی مجدد رو داشته باشیم. طبق ساده ترین اصول تکنیکالی وقتی یک رالی صعودی انجام میشه و یک مقاومت خیلی مهم شکسته میشه، باید انتظار داشته باشیم که قیمت بعد از شکست اون مقاومت که در اینجا محدوده 58500 تومانه و تثبیت بالای اون عدد میتونه به اندازه همون حرکت صعودی یا حداقل نصف اون حرکت صعودی یک رشد دیگه ای رو داشته باشه که این رالی صعودی یک رشد 15-16% هستش که اگه تا محدوده 58500 تومان برسه یک رشد 15-16% محسوب میشه که اگه دقیقاً این رشد رو بخوایم در نظر بگیریم از این محدوده، یعنی از بالای محدوده 58500 تومان، ببینیم که تا چه عددی میتونه دلار برسه، یک رشد 16% تقریبا میتونه به عدد 67800 تومان یا 68000 تومان میتونه برسه و اگه بخواد نصفش رو حرکت کنه تقریبا میتونه تا 7.5% یا 8% تقریبا میتونه تا عدد 63500 تومان یا 64000 تومان میتونه حرکت کنه و این حرکت بستگی به این داره که دلار بالای محدوده 58500 تومان برسه و تثبیت بده. یک تحلیل دیگه ای هم که میتونیم در مورد وضعیت دلار داشته باشیم یک الگوی پرچمه که این الگوی پرچم یکی از معتبرترین الگوهای تکنیکالی هستش و دقیقاً این الگوی پرچم هم به نحوی بستگی داره به این عدد 58500 تومان که دارید میبینید. البته این مستطیل رو ببرم یک مقداری بالاتر،
سناریوی خوشبینانه‌ای که قبل از پرچم باید بهتون بگم، سناریوی خوشبینانه‌ای که میتونیم داشته باشیم اینه که قیمت دلار یعنی قیمت تتر برخورد کنه به محدوده 58500 تومان و شاهد برگشت باشیم. یعنی قیمت برگرده و این الگو دوباره تکرار بشه. چرا الان برعکس ویدیو قبلی که خیلی میتونستم با قاطعیت و با اطمینان بیشتری در مورد روند آینده دلار حرف بزنم، نمیتونم به اون صورت حرف بزنم، چون واقعا دیگه در روزهای سرنوشت سازی واسه دلار و در اصل واسه اقتصاد و قدرت خرید مردم قرار داریم. یعنی این اتفاقاتی که داره میفته واقعا یک سم مهلکه واسه زندگی روزمره مردم، یعنی ما. و حالا یک مورد جالبتر هم که داریم میبینیم این روزها داره اتفاق میفته، بعد از این تحلیل خدمتتون عرض میکنم یک اتفاقیه که داره میفته و بهتون نشون میدم که وضعیت یعنی مدیریت بحران در کشورمون به چه صورتی داره انجام میشه. حالا عرض کردم یک سناریوی خوشبینانه‌ای که میتونیم داشته باشیم اینه که دلار از محدوده 58500 تومان ریجکت بشه و امیدوارم اینطوری بشه و دوباره قیمت برگرده تا حوالی 58000 تومان و یا در حالت خوشبینانه تا حوالی 54000 تومان. ولی اگه این اتفاق نیفته و این محدوده 58500 تومان شکسته بشه، ما میتونیم یک الگوی پرچم رو در نظر بگیریم با نقطه شروع این الگوی پرچم از این محدوده. من این الگوی پرچم رو خیلی بهش اعتقاد دارم، یکی از قوی ترین و معتبرترین الگوهای تکنیکالیه. بذارید دقیقاً مشخص کنم. اگه این الگوی پرچم اتفاق بیفته، هدفی که دلار میتونه در میان مدت به سمت اون عدد حرکت کنه، یعنی اینجا میله پرچم و بعد از شکسته شدن خود پرچم، بعد از شکسته شدن الگوی پرچم، میتونیم به اندازه میله پرچم از کف الگو حرکت داشته باشیم که در اون صورت هدف 75 یا 76 هزار تومان میتونه واسه دلار در میان مدت در دسترس باشه که این اتفاق یعنی یک پله فقیرتر شدن واسه کل مردم، که حالا کاری به این داستاناش نداریم، در مورد روند قیمت دلار داریم حرف میزنیم. شما هم نظرتون رو در مورد این تحلیل در کامنت ها بنویسید. اگه ویدیو گذشته رو دیدید و نظری دارید در مورد تحلیل های دلار این کانال در کامنت ها بنویسید. اگه دوست داشتید در کانال تلگرام عضو بشید و لینک گروه رو اونجا میذارم، میتونید وارد گروه تلگرام بشید و در اونجا نظرتون رو بفرمایید. من لینک کانال تلگرام رو در کپشن واسهتون قرار میدم. و اون اتفاق جالبی که اواسط ویدیو خدمتتون عرض کردم که بهش اشاره میکنم، این سایت TGJU هست، tgju.org، شبکه اطلاع رسانی طلا سکه و ارز، که یک سایتیه که هممون نرخ دلار رو، یعنی نرخ دلار، طلا و سکه و اینا رو از این سایت میگیریم. اتفاقی که افتاده در روزهایی که دلار با این همه نوسان روبرو شده، نوسان که ترس کنم با افزایش قیمت شدید روبرو شده، این سایت قیمت دلار رو به روز نکرده و در همون عدد 55600 تومان باقی مونده. و این هم جالبه، در حالی که خب تتر رو به روز میکنه قیمت شده 57500 تومان. یعنی ببینید اوج مدیریت بحران در این روزهای پرتلاطم بازار ارز به این رسیده، یعنی اینکه قیمت دلار رو در بعضی از این سایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز به روز نمی‌کنن. این تحلیل بود که در مورد دلار داشتیم. اگه ویدیو واسهتون مفید بود ویدیو رو لایکش کنید، حتما نظرتون رو بگید و بگید اصلا امیدی دارید به بهبود وضعیت ارز در کشورمون و یا نه. و این اتفاق در حال داره میفته که قدرت خرید مردم به کمترین حدود خودش در سالهای اخیر رسیده. امیدوارم این ویدیو واسهتون مفید واقع شده باشه و تا ویدیو آینده مواظب خودتون باشید.